ما از کجا بفهمیم که چشم زخم داریم یا نه، یا چطور میتونیم براش درمان پیدا کنیم؟ اگر انسان نتونه اهل کار رو پیدا کنه، حتما باید آیاتی که بهش میگن مثل آیات رقیه رو بخونه. مثلا اول سوره بقره، فاتحه، علم، بعد یاسین، به خصوص سوره صافات. و دقیقا همینه. اگر کسی سوره صافات رو 2 بار پشت سر هم گوش بده و اذیت نشه، این آدم اصلا نه جن مسلط داره نه جادو. چشم زخم پیدا کردنش سخت‌تره، ولی جادو و جن مسلط کاملا مشخص میشه. توی سوره صافات اگه نصف سوره رو بخونه و تو سر و دست و پاهاش مورمور بشه یا احساس بی‌حسی بکنه، این نشونه وجود جن و جادوه. اگه جادو خورده باشه، توی معده‌اش سوزش شدید و درد زیادی پیدا میکنه. یعنی اگر کسی آیات خدا رو پشت سر هم گوش بده و هیچ اذیت نشه، این یعنی جادو و جن نداره. البته این 100% نیست، چون بعضی وقتا جن قایم میشه. جنها خیلی باهوشن. وقتی شخص سوره صافات رو باز میکنه، جن فوراً از بدن خارج میشه، چون اگه توی بدن بمونه میسوزه و اون آدم میفهمه. برای همین سریع فرار میکنه. طرف راحت گوش میده و میگه خب من مشکلی ندارم. ولی همین که صدا قطع میشه، جن دوباره برمیگرده و این رو فقط اهل فن تشخیص میدن. در آخر باز هم میگم باید برید پیش اهلش. همونطور که آدم بیماری جسمی داره میره پیش دکتر، در این کار هم باید برید پیش متخصص. چون اگر رها بشه بعدا مشکلات جدی جسمی درست میشه. میخوام یه مثالی بزنم. خانومی که چند بار سقط کرده میره دکتر،